بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمت شما هستم تا در مورد پروردگارم و پروردگار شما سخن بگویم. شناخت الله و پروردگار عالم برای هر مسلمان یک ضرورت مهم و حیاتی و نیازی دینی و شرعی است. و شناخت الله متعال فقط و فقط از طریق اسماء و صفات الهی که در قرآن و حدیث آمده میسر می گردد. اهل سنت و الجماعت در مورد اثبات و یا نفی اسماء و صفات الله متعال پایبند قرآن و سنت و حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند و بر اساس عقل یا حدس و گمانشان هیچ صفتی را برای الله متعال اثبات و یا نفی نمی کنند. اهل سنت و الجماعت در مورد اسماء و صفات الله متعال دو تا اصل بسیار عظیم و مهم دارند که مبنای تفکر و دیدگاه اهل سنت و الجماعت در مورد ذات و اسماء و صفات الله متعال هست. اصل اول اثبات صفات بدون تشبیه و تمثیل. اثبات صفات، پذیرفتن صفات بدون هیچ گونه تمثیل یا تشبیهی. و اصل دوم تنزیه الله متعال بدون نفی و تعطیل. این دو اصل مبنای تمام باورهای اهل سنت و الجماعت در مورد الله متعال و اسماء و صفات الهی است. اهل سنت و الجماعت این اصول را از قرآن کریم گرفته‌اند که الله متعال می‌فرماید لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر. مانند و مثل الله متعال وجود ندارد، چیزی شبیه و مانند الله متعال نیست و الله متعال سمیع و بصیر هست. لیس کمثله شیء یعنی تنزیه الله متعال. ما الله متعال را پاک و منزه می‌دانیم از هر گونه مشابهت با مخلوقات. نه الله متعال شبیه و مانند مخلوقات هست و نه هیچ کدام از مخلوقات شبیه و مانند الله متعال هستند. تنزیه و تمجید الله متعال بدون نفی و تعطیل صفات الهی. یعنی تنزیه نباید در حدی باشد و ما در این زمینه پیش برویم که بر اساس عقل خودمان
برخی از صفات الله متعال را نفی بکنیم و فکر بکنیم که به گمان ما این صفت و یا این نام شایسته الله متعال نیست که منجر بشود به نفی صفات یا تعطیل صفات. هر صفتی را که در قرآن کریم برای الله متعال و یا در سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم برای الله متعال ذکر شده، آمنا و سلمنا، ما قبولش داریم. این تنزیه بدون نفی و تعطیل. و اصل اول هم که عرض کردم، اثبات صفات بدون تشبیه و تمثیل. و هو السمیع البصیر. الله متعال در این آیه در کنار نفی و در کنار تنزیه خودش میفرماید که و هو السمیع البصیر. الله متعال سمیع و بصیر هست. و در آیات دیگر میبینیم که الله متعال برای خودش صفات زیادی را، نامها و صفات زیادی را معرفی فرموده. این مبنا و قاعده اهل سنت و الجماعت هست. امام احمد رحمت الله علیه در این زمینه یک جمله بسیار زیبایی را دارند. می‌فرمایند که هر صفتی که در قرآن کریم ذکر شده یا رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث خودش آن را برای الله متعال ذکر کرده، ما باید به آن ایمان داشته باشیم. و در مورد اسماء و صفات الله متعال به هیچ عنوان نباید پا را فراتر از قرآن و حدیث بگذاریم. این هست منطق اهل سنت و الجماعت در مورد شناخت الله و در مورد معرفی الله متعال. برای این که ما بهتر معبود خودمان را و پروردگار و آفریدگارمان را بشناسیم و این ضرورت و نیاز برای ما محرز و مشخص باشد، من چند نکته در این زمینه خدمت شما عزیزان عرض می کنم. نکته اول این که هر علمی شرافتش و قداستش و اهمیتش به خاطر موضوع آن علم هست. مطالبی که در آن علم مطرح می شود در مورد چی هست؟ به هر اندازه که آن چیز اهمیت داشته باشد، علمی که پیرامون آن هست هم ارزش و اهمیت دارد. ما وقتی که در مورد صفات و اسماء الهی صحبت می کنیم، یعنی در مورد شریفترین موجود و عظیمترین موجود داریم صحبت می کنیم. پس بنابراین اهمیت علم و معرفت و شناخت اسماء و صفات الله متعال به اندازه اهمیت و ارزش اسماء و صفات الله و ذات الله متعال هست. پس این شناخت شریفترین و مهمترین شناختی هست که یک مسلمان باید داشته باشد. نکته دوم این که شناخت اسماء و صفات الله متعال منجر به محبت الله، تعظیم الله متعال، بیم و امید از الله متعال و شناخت حقیقی و واقعی از الله متعال می شود. به هر میزانی که ما اسماء و صفات الله متعال را بیشتر و بهتر بشناسیم، به هر میزانی که ما معنی و مفهوم اسماء و صفات الله متعال را بهتر بشناسیم، به همان میزان و به همان مقدار ما محبت ما، دوستی ما،
خوف و رجاء ما، بیم و امید ما، قرب ما به الله متعال بیشتر خواهد بود. آنان که الله را میشناسند در قالب اسماء و صفاتش عبادت آنها، تضرع آنها، خشوع آنها، حضور قلب آنها در هنگام عبادت قابل مقایسه نیست با کسانی که الله را نمیشناسند. پس بنابراین اگر ما میخواهیم که بهتر پروردگارمان را بشناسیم، مقربتر باشیم، بیشتر بیم و امید داشته باشیم، بیشتر محبت داشته باشیم، بیشتر لذت ببریم از مناجات با الله متعال، راهش این هست که اسماء و صفات الله متعال را بدانیم و معانی و مفهومش را بشناسیم. نقطه سوم این هست که به هر میزانی که شما اسماء و صفات الله متعال را بشناسید، به همان میزان شما می توانید محبوب الله متعال باشید. می توانید اعمالی را انجام بدهید که الله متعال می پسندد. هم آن اعمال را می پسندد و هم آن صفات را و هم صاحب آن صفت را می پسندد. الله متعال نامه‌ها و صفات خودش را می پسندد، دوست دارد و هر کسی که این اسماء و صفات الله متعال در اون ظهور پیدا بکند، آنها را بشناسد و بر مقتضای اسماء و صفات الله متعال عمل بکند، چون این شخصی هم نزد الله متعال محبوب و دوست داشتنی خواهد بود. در قالب مثال خیلی راحت می توانیم که به این نقطه پی ببریم که آنان که الله را می شناسند و به مقتضای اسماء و صفات الهی عمل می کنند، آنها محبوب الله متعالند. نه تنها اینها الله را دوست دارند، بلکه خودشان هم محبوب الله متعال خواهند بود. به طور مثال الله متعال زیباست. ان الله جمیل یحب الجمال. الله زیبا هست، زیبایی را دوست دارد. الله متعال علیم هست، دانا هست، عالمان را دوست دارد. الله متعال جواد هست، بخشنده هست، انسانهای کریم و سخاوتمند را دوست دارد. الله متعال قوی هست و در روایت اومده که مؤمن قوی را الله متعال بیشتر از مؤمن ضعیف دوست می دارد. الله متعال حیی هست، شرم و حیا را و کسانی را که شرم و حیا دارند دوست می دارد. تواب هست، توبه کنندگان را دوست دارد. شکور هست، شاکران و سپاسگزاران را دوست دارد. محسن هست، محسنین و نیکوکاران را دوست دارد. رحیم هست، انسانهای رحمدل و مهربان را دوست دارد و بقیه صفات الله متعال را. هر صفتی از صفات الله متعال را که شما بر مقتضایش عامل باشید، یعنی این که شما عملی را انجام دادید که محبوب الله متعال هست و با این عمل شما هم محبوب الله متعال قرار میگیرید. نقطه دیگر این که الله متعال ما را برای این آفریده که الله متعال را بشناسیم و عبادتش بکنیم. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. الله میفرماید که من جنها و انسانها را نیافریدم مگر برای این که مرا عبادت کنند. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ما اريد منهم من رزق و ما اريد ان یطعمون. من رزقی رو امید ندارم، نمیخوام که برای من غذا فراهم بکنند. الله متعال بی نیاز هست.
ان الله هو الرزاق ذو القوة المبین. الله متعال در قالب اسماء و صفات خودش خود را به ما معرفی می کند و در سوره طلاق الله متعال می فرماید الله الذي خلق 7 سماوات و من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. تا اینکه شما بدانید، تا اینکه شما شناخت و معرفت پیدا بکنید بر اسماء و صفات الله متعال. کسانی که الله متعال را بدون معرفت و بدون شناخت عبادت می کنند، عبادتی که همراه با جهل و عدم آشنایی به اسماء و صفات الله متعال باشد، چونین عابدی لذت نمی برد، انس نمی گیرد با الله متعال، ارزش عبادت را درک نمی کند. پس بنابراین اگر ما می خواهیم که عابد واقعی الله متعال باشیم، عبادت ما ارزش پیدا بکند، شوق و رغبت عبادت در وجود ما پدید بیاید، باید الله متعال را بشناسیم. نکته دیگر این که ایمان به الله متعال و شناخت ذات و اسماء و صفات الله متعال یکی از ارکان ایمان هست و یکی از اصول ایمان هست. الایمان ان تؤمن بالله. ایمان این که در مرحله اول باید به الله باور داشته باشیم، الله را بشناسی، الله چه ذاتی هست، الله متعال چه نامه‌هایی را دارد، الله متعال چه صفاتی را دارد، مقتضای نامه‌ها و صفات الله متعال چه هست. اینها لازمه ایمان هست. تا زمانی که شما به اسماء و صفات الله متعال ایمان نداشته باشید و معرفت نداشته باشید، ایمان شما کامل نیست. ایمان 6 رکن اساسی دارد. ایمان و باور و شناخت به الله، به فرشتگان آسمانی، به کتاب‌های آسمانی، به پیامبران الهی و به روز قیامت و تقدیر. اینها 6 پایه و اصل ایمان هستند که مهمترینشان شناخت الله متعال هست. ایمان به الله متعال، شناخت مقتضیات ربوبیت الله، مقتضیات الوهیت الله متعال و همچنین اسماء و صفات پروردگار. نکته دیگر و آخرین نکته‌ای که خدمت شما عرض می‌کنم این هست که انسان مسلمان با شناخت اسماء و صفات الله متعال به حکمت آفرینش و به فلسفه اتفاقات و سرنوشتی که برای ما تعیین شده پی میبرد. وقتی که شما بدانید الله متعال عادل هست، یعنی این که در سرنوشتی که الله برای شما مقرر کرده ظلمی وجود ندارد. وقتی که شما بدانید که یکی از نامه‌های الله متعال حکیم هست و یکی از صفاتش حکمت هست، میدانید که حتما اتفاقی که برای من افتاده خالی از حکمت نیست. هرچند شما بیشتر شناختی داشته باشید به اسماء و صفات الله متعال، به همان اندازه ایمانتان، یقینتان، توکلتان بر الله متعال بیشتر خواهد بود و در پی آن آسایش و آرامشی را که در دنیا احساس می‌کنید، راحتی درونی که در دنیا با توجه به شناخت اسماء و صفات و مقتضیات اسماء و صفات شما پیدا می‌کنید، بی‌نظیر خواهد بود. بدون از شناخت الله متعال آرامش در دنیا امکان پذیر نیست. طمأنینت و راحت درونی را شما احساس نمی کنید. اما وقتی که اسماء و صفات الله متعال را، رؤوف بودن الله را، رحیم بودن الله را، غفار بودن الله را،
حکیم بودن، علیم بودن و دیگر صفات الله متعال را وقتی که شما دانستید و مقتضایشان را متوجه شدید، قطعا این موارد در زندگی شما آرامش و ایمان و باور قطعی انشاءالله ایجاد خواهند کرد. امیدوار هستم که الله متعال شناخت واقعی خودش را آنگونه که خود میداند و در قرآن و در سنت معرفی شده نصیب همه من و شما انشاءالله بگرداند و من و شما موحدانی باشیم که با الله متعال و با پروردگارمان معرفت صحیح و دقیقی را انشاءالله داشته باشیم. تا برنامه دیگر و مطلبی دیگر شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا